صنعت هست، هنرمندی هست، تولید لباس‌ها هست، لباسایی که باید کنند. دکان‌های بافندگی هستند. در قرطاق تا زلزله 3000 دکان بافندگی بود. در بعضی خانه‌ها 3 تا 4 تا دکان بود. وای ترقی کرده است. اینجا برای بافندگی، آهنگری، میسگری، کلاهگری، کفش‌دوزی، چرمگری. کفش عجیب چوبی همش نکردی نه هم تورش هست هم خدا بخش. یه را بشیم. اینجا رستگاه زنجیری قرطاق. جایی دیک نشتگی چکر درمان شده بید. اینوش قرطاق، اینم قرطاق. این مدرسی دهناو حوال شده بید. تمام کسی بگیرسیم این اوتیوگان نه درمان هم. این چند ساله باشن نو؟ اینا هم دست 19-20 همش. این بوده است نه؟ درزمال پیش بوده است؟ پیش بود اینا شو در درونش لغو میکنن بعد درزمال میکنن ویش در بالای پیچکه یا که در بالای داخلی صندلی میموندن بعد لطی تکتی توضا میکردن و خوکترشو بعد دورکا لطه مانو درزمال میکنن اینو وزمین قریب 3 کیلو 4 کیلو هر در نظر ماید هر میتوانه عجیب نیست شامدون دست نه؟ ایس زینی اسب زینی اسب نه ابزاری اسب از همه همه عجیب اوتیوگو این چی باشد اینو؟ این اوغورچه شاید این با سنگ ها در دکانی بافندگی فشار میکردن باشد همین سنگ های نام امانی گفتن کن همه شکنه در داخلش برنشد یا اونجا نمونه هاش هست نربدن های زمان قدیمی برو این دستگاه بافندگی هم این نمونه ها از کاری کردگی هم نمونه های باشه ها
Karatog az 32 guzar iborat است. وزن دایره‌شون قریب 9 کیلوگرم بود و آوازی و از دهه نلبک تا قراتاق آواز دایره میمونه. رقاصه نامش گلیباگ مراد سمرقندی. این دستگاه بافندگی. دستگاه بافندگی. در قراتاق 4 مسجد قدیمه هست. مفتونی قراتاقی بود. خجیلی قراتاقی بود. تا 15 مارس سال 1925 قراتاق مرکز بخارای شرقی یعنی مرکز تاجیکستان بود. از همه عجیب اوتیوگو. در این زلزله 10,000 نفر هلاک شدند. نام دریای قراتاق رو کمرود مالیداد کردیم. 10-15 هزار سال پیش در این منطقه آدمان جمعیت ابتدایی زندگی میکرد. جایی بیکنشتگی چیکار برگم شده بود. اینش قراتاق. موضع امروزی قراتاق رو شهری هماوران مالیداد کردیم.